درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 60. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب هفتم، باب 3. کوروش چون زنی ابردت را در بالای زمین نشسته و در پهلویش جسدی به قدش راست کرده را دید، از این منظره علم‌آور به گریه آمد و گفت: ای روح دلاور و وفادار، نخواد در حقیقت ما را ترک کرده ای؟ با این سخنان دستی ابردت را گرفت تا آن را فشورد و دستی مرده با همین در پنجه او ماند. آن را شمشیرهای مصریان کاملا از بدن بریده جدا کرده بودند. از دیدن این منظره کوروش باز هم دلسردتر شده، زنی ابردت به داد و فغان در آمد و از دست کوروش دست شوهرش را گرفته بوسه ها کرد و باز به قدر امکان آن را به بدنش پیوست. وی اینقدر فلج و ابگار شده است. کوروش گفت او: چرا به این منظره نگاه میکنی؟ من میدانم سببگاری این همه اساساً منم، اما نه کمتر از آن تو هم کوروش سببگاری. آخر منی بی عقل بی آخر او را نصیحت می کردم که چنان رفتار کند که دوست ارزنده تو باشد. بلی خودی او نیز من می دانم نه درباره با او چه حادثه رخ دادن، بلکه عموما درباره آن که چگونه به تو پسند آید فکر می کرد. اینک وی وظیفه خود را بی نقصان اجرا کرده به هلاکت رسید و من که او را به اجرای این وظیفه دعوت می کردم در پهلویش زنده و سلامت نشستم. کوروش چند مدت برای دوستش ماتم گرفت و سپس گفت: به هر حال ای زن، آخری عمرش با شرفانه بود، زیرا که وی همچون غریب به هلاکت رسید. تو این متاع دفن را از من قبول و کفن پوشش کن. محض در همین وقت گابری و گدت با اشیای آرایشی با شکوهی زیاد پیدا شدند. این چنین بدان سخنش را دوام داده گفت کوروش که در هر حالت از وی شأن و شرف
دور نمی ماند. آدمان زیاد بر بالای تپه قبر چیزهایی می ریزند که سزاوار دوستی ما می باشند و به شرف او به اندازه قربانی ها کرده می شود که به همان قدر برای جنگاوری شجاع به جا آوردن لازم است. تو هم تنها باقی نخواهی ماند و من همیشه تو را به خاطر خاکساری و فضیلتت احترام خواهم کرد و من به نزد تو یک مردی معتمدی را می فرستانم که تو را به هر جایی که خواهی می برد. تو فقط برایم معلوم کن که همراهی کی رفتن می خواهی. به این گفته ها پنفه جواب داد: خواطر نشو کروش، البته از تو پنهان نمی کنم که به نزد کی باید روم. پس از بیان سخنان تسلی بخش خود کروش از آنجا رفت و وجودش را رحم و شفقت عمیق در نسبت این زن پر کرده بود، زیرا که وی چنین شوهر را از دست داده است و نسبت به شوهرش که رحلت نموده دیگر باره چنین زن را نمی بیند. پنفه به خواجه سرایان فرمود که به کنار بیروند تا دمی که گفت او دلم را با نوحه برای شوهرم خالی نکنم. اما به دایش فرمود که همراهش بماند و فرمود که هنگامی که او مرد به بالای او و شوهرش یک جامه پوشاند. دایه مدتی دراز از او التجا می کرد که از این نیتش برگردد، اما به چیزی نائل نگردید و چون دید که خانمش تنها خشمگین می شود با گریه و زاری به بالای زمین افتاد. پنفه خنجری اکینک را که دیر باز برای این کار نگاه داشته بود از غلاف کشیده به بدنش خلاند و سرش را به بالای قفس سینه شوهرش گذاشته وفات کرد. آنگاه دایش نوحه و خروشی بلندتر برداشت و بالای هر دوی آنها را چنان که پنفه خواهش کرده بود با جامه پوشاند. وقتی که کروش از این رفتار پنفه خبر یافت به دهشت افتاد و به امید آنکه اگر امکانی کمک رسانی باقی مانده باشد شتابان برگشت. در همین حال خواجه سرایان و آنها 3 نفر بودند با دیدن حادثه رخ داده خنجرهای اکینکشان را از غلاف کشیده در جایی که پنفه به قرار گرفتن آنها امر داده بود به سینه هایشان خلاندند. میگویند که حالا هم در آنجا تپه قبری این خواجه سرای ها باقی مانده است. میگویند که در بالای سنگ مزار نامهای زن و شوهر با حروف سوریانی نوشته شده است و در پایان آن باز 3 سنگ مزار و در بالای آن نوشتجاتی قبری سکیپترادیرها وجود دارد. کروشکی به جای حادثه غمانگیز رسید، به جسارت زن احترام گذاشته از حادثه رخ داده سخت اندوهگین شد و از آنجا رفت. فرمایش داد که نسبت به فوتیدگان تمام عزت و احترام را
ارج گذارند و چنان که می گویند تپه قبرشان به اندازه بی‌مثل و مانند ساخته شده است. کتاب هفتم، باب 4. به زودی کاریانی که با یکدیگر بحث و مناظره و عداوت داشتند، زیرا که همه آنها در موضعهای طبیعتاً به استحکام تبدیل یافته سکونت داشتند، هر دو گروهی به هم مقابل در یک وقت برای کمک به کروش مراجعت کردند. کروش که در سردیس مانده بود، به ساختن تجهیزات محاصره‌ای و قلعه‌کوب شروع نموده، معلوم کرد که دیوارهای فتح نشونده را ویران خواهد کرد و به جانب کاری همراه لشکرش ادوسی پارسی را فرستاد که او از هر جهت در کارهای حربی برای مهمتر از همه در مناسبت با آدمان انسانی دانا و با تجربه بود. در این محاربه همراه او کلیکی ها و کیپری ها با غیرتی کلان شرکت ورزیدند. برای همین کروش حاکم پارسی را نه بر کلیکیان و نه به کیپریس ها تعیین نکرده، بلکه نگاه داشتن شاهان محلی را برایشان امکان پذیر می دانست. واقعا او از ایشان خراج می گرفت و اگر لازم می شد از آنها قوه های حربی نیز طلب می کرد. در این میان ادوسی با لشکر خود به نزد کاری رسید و در حال سفیران هر دو گروه کاریان به نزد او آمده اظهار نمودند که تیارند او را در قلعه‌های خود قبول کنند تا که طرف مقابل را آزرده سازند. رفتار ادوسی نسبت به هر دوی آنها یک خیله بود. او هر دفعه با آنهایی که گفت و شنید داشت اظهار میکرد که طلب آنها بسا عادلانه است، ولی آنها را مطمئن می نمود که دوستی آنها با پارس ها باید برای دشمنان مخفی بماند تا که آنها هرچه زودتر به آمادگی به جنگ دستگیر شوند. پس از آن خواست که تبادل کفالت کنند و از جمله آنکه کاریان قسم خورند که او را به یگان مکر و فریب و به منفعت کروش و فارس و قلعه‌های خود وارد می کنند. خود او نیز اظهار نمود که تیار است قسم بخورد که وی هم به نیتی بدقصدانه و به منفعت شخصانی که او را قبول می کنند به قلعه‌های آنها داخل می شود. همه این کارها را به انجام رسانده با هر گروه پنهان از همدیگرشان در خود همان شب عهد بستند و باز هم در آن شب به قلعه‌هایشان درآمد و به این وسیله قلعه‌های هر دو را تصرف نمود. با فرارسی روز او با لشکرش در میانه قلعه قرار گرفته بود و رهبران هر دو گروه را به نزدش دعوت کرد. آنها یکدیگر را دیده خیلی روح افتاده شدند و چنین می شماریدند که همه اشان را فریب کردند. اما ادوسی با سخنان زیرین آنها را تسلی داد. من به شما ای جنگاوران قسم خورده بودم که به نیتی بد و به منفعت آنهایی که مرا قبول می کنند به قلعه‌های شما داخل می شود. پس اگر من حاضر یگان گروه شما را نیست کنم، تیارم اعتراف کنم که
به اینجا برای قتل کریگی ها آمدم. اما اگر به شما صلح و آسایش آورم و به هر دو جانب امکانیت دهم که زمین های خود را بی خوف و خطر کشت و کار کنند، در این صورت به فکرم آمدن من به نفع شما خواهد بود. اینک اعتباراً از همین روز شما باید با همدیگر دوستانه معامله کنید، زمین‌هایتان را ناترسانه کشت کنید، دخترهایتان را به همدیگر بزنی یا به شوهر دهید. اگر کسی صرف نظر از همه این به دیگران خفگی بیارد، با او کروش و ما هم دشمن خواهیم بود. از همان دوره سر کرده دروازه های قلعه ها وسیع گشادند. راه ها از آدمانی به زیارت همدیگر رونده و صحرا از کشاورزان پر است. آدمان به تدریج عیدها را یک جای جشن می گرفتند. در همه جا نفسی آرامی و شادمانی حکمران بود. در آن لحظه از نام کروش قاصدان آمده پرسیدند که آیا برای عدوسی لشکری علاوگی و یا تجهیزات محاصره‌ای لازمند یا نه؟ او جواب داد که حتی لشکری که در اختیار او بود اکنون در جای دیگر استفاده شده می توان. حقیقتاً پس از چنین اظهارات او لشکری خود را باز پس روان کرد و اما براستی قوه‌های محافظ را در قلعه های کریان باقی گذاشت. کریان از او التجا کردند که در نزد آنها بماند، ولی از بس که او برای آن خواهش و حوصله نداشت، پس به نزد کروش قاصدان فرستاده التجا نمودند که عدوسی را حاکم آنها تعیین کنند. کروش در آن حال گشتاسپ را با قوه های حربی به گلسپانتی فریگیا فرستاد. وقتی که عدوسی حاضر شد، کروش به او فرمان داد که از پس گشتاسپ که پیش رفته بود حرکت کند تا که فریگیان از نزدیک شدن لشکری دیگر خبر یافته زودتر به فرمانبرداری گشتاسپ درآیند. ایلینی هایی که در ساحل بحر زندگی می کردند هدیه های زیاد فرستاده با آن موافق گردیدند که بربریان را به قلعه های خود قبول نمی کنند، بلکه خراج را سپرده به هر جایی که کروش آنها را می فرستد در محاربه های حربی شرکت می ورزند. شاه فریگیا برعکس با نیت حفظ استحکام ها و اطاعت نکردن به پارس ها به تیاری حربی شروع کرد و حتی فرمان های دخلدار را به همه جا ارسال نمود. ولی چون پیروانش از وی جدا شده او را تنها گذاشتند، در نهایت کار به گشتاسپ تسلیم شد و شرط گذاشت که خود کروش سرنوشت او را حل و فصل نماید. شما گفتار 60 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.